سلام خدمت همراهان عزیز. نکاتی روی دستگاه اوتما ایران رادیاتور خدمتتون ارائه بدم. دوستان سرویس کار شاید به دلیل ریزش آب توی این دستگاه یه مقدار نگران سرویس این دستگاه هستن و یا مشتریان عزیزی که این دستگاه رو خونه دارن شاید وقتی دستگاه یکی دو سال سرویس نمیشه از زیر دستگاه ریزش آب رو ملاحظه میکنن. حالا خدمت دوستان سرویس کار، دوستان عزیز، بالا سر دستگاه ایران رادیاتور مدل اوتما رفتید، حالا زمان سرویستون شما باید میاید حالا مبدل اصلی، مبدل ثانویه، پمپتون، منبع انبساط، کیت سرا، شلنگای رفت و برگشت زیر دستگاه، همه اینا رو باید چک کنید توی سرویستون. و حالا برای ریزش آب که بخش مهمی است که الان اینجا میخوام بهتون آموزش بدم، ببینید دوستان عزیز، حتما باید کیت سراتون هم در پوش جلو هم در پوش پشت رو باز کنید. اورینگای دور در پوش جلو و در پوش پشت اورینگاشو عوض کنید. اورینگ داخلی خود در پوش، اورینگ دور کیت سوپاپتون رو حتما باید تعویض کنید. خود داخل بلوکتون رو تمیز میکنید. دوستان اورینگای پشت مبدل ثانویه‌تون حتما باید اورینگاتون تعویض بشه. اورینگ پرشر آبتون باید تعویض بشه. یه موقع این لوله عصایی ورودی و خروجی آب مدار مصرفیتون باید آب میده تعویض کنید. یه موقعی دوستان توی این دستگاه ملاحظه میکنید از این سینی داره آب میریزه پایین و شاید نمیدونید از کدوم قسمت داره میریزه. 90% دوستان اورینگ لوله منبع انبساط و لوله بایپس شماست که پشت شیر گاز قرار گرفته و دید نداره. حتما توی سرویس دوستان باید این دوتا اورینگ رو عوض کنید. و از همه مهمتر مشتری میگه آقا از زیر دستگاه شیر پرکن رو باز میکنم آب میگیره. ببینید شیر پرکنتون که توی دستگاه اوتما شیر مشکیه، یعنی در سری مشکی در واقع داره، حتما باز میکنید، اورینگش رو عوض میکنید. قبل از اینکه شیر پرکن ببنده داخل خود مسیر شیر پرکنتون هم یه پیشگوشی نازک بندازید از گرفتگیش هم خیالتون راحت بشه. پس اورینگ شیر پرکنتون رو عوض میکنید. مدلایی که دوستان لوله اون رزوه‌ای نیست، یعنی فیتینگی خار میخوره، حتما باید تو مبدل اصلیتون اون اورینگا رو عوض کنید. واشر تختای 2.5 سر پمپتون توی این مدل دستگاه دوستان ببینید الان اورینگ اینجا داخل بلوکمون حالت افقی در واقع رفته. اینجا رو باید عوض کنید که یه دونه پیچ زیر خوزینگ پمپتونه، پیچ آزاد میکنید، خوزینگ رو میکشید عقب و اورینگ رو عوض میکنید. و دوستان یه مدل دستگاه اوتما ایران رادیاتور سری قبلی این دستگاه است که پشت پمپ ما لوله عصایی میخوره که اونجا دوتا اورینگ داریم که حتما اونا رو باید عوض کنید. برای جا زدن اونا هم یه مقدار لوله رو میتونید فشرده قرار بدید، یعنی با دستتون جمع کنید که اورینگتون راحت جا بره. پس اگر این موارد دوستان عزیز من روی این دستگاه اوتما رعایت کنید هیچ جایی برای نگرانی دستگاه دیگه بعد از پر کردن دستگاه نخواهید داشت. عالی و برقرار باشید.